بچه ها چطورین؟ امروز اومدیم TNT پرتاب کنی بهتون یاد بدم. شما 6 تا بسته 64 تای TNT میخواد. حالا واسه من 5 تا. یکم بریم جلوتر. یک دونه از اینا لازم داریم. تو فعلا به جای ردستون میذارم. شما باید بیاین به همچین شکلی درست کنید. بچه‌ها واسه موبایل پشتش حتما اینجوری TNT بذارین که بتونین اینو اینجوری بذارین. خب TNT های پشتش هم بذارین. بعد اینجا خالی، اینجا چیز باشه، پر باشه و 2 تا بلاک این ورتر شما چیز میذارین، خالی میذارین و یه آب اینجا. آب اینجوری میاد اینجا. بعد شما یک دونه دیگه به همون شکل شما میذارین و دوباره تکرار میکنم این پشتش 2 تا TNT بذارین. نمیدونم چرا برای من که رفتم موبایل اینجوریه نمیدونم، ولی همچین کاری. بعد که همچین کاری کردیم اون 6 بسته 64 تای TNT رو میذاریم. باید کدوم هست؟ مثلا تو یکیش میذاریم، این یکیش، این دومیش، اینم سومیش، اینم چهارمیش. بچه TNT ما قیب شد که انداختمش. خب یا دیگه خب از این بچه اگر این لگ داره من ازتون معذرت خواهی میکنم.